امروز میخوایم با هم سرفصل‌های این دوره رو بحث کنیم، یه سری نکات و پیشگفتارهایی بهتون بگیم که توی استفاده از این دوره حتما باید رعایت بکنید تا بتونید بالاترین بهره رو ازش ببرید. اول این که خیلی از ماها که داریم این دوره رو میبینیم، خیلی از شما هنوز با اقتصاد دیجیتال آشناییتی ندارید. اقتصادی که در جلسات آتی بهتون خواهم گفت بیش از 15% اقتصاد دنیا رو در بر گرفته و کم کم داره رشد میکنه. اینو از این جهت گفتم که خواه یا ناخواه معامله‌گران، افراد، عموم مردم حتی برای نقل و انتقالات پولیشون به سمت بازار ارزهای دیجیتال کشیده میشن. اما مهمه و خیلی خوبه و خیلی قدره این انگیزتون رو بدونید که شما سعی کردید پیشرو باشید و من بهتون تبریک میگم که سعی کردید تو این حوزه اولین باشید، جزو اولین ها باشید که دارید با بازار ارزهای دیجیتال آشنا میشید. بقیه هم خواه یا ناخواه، دیر یا زود، ناچارن به سمت این بازار میان. در این دوره متوجه میشید که چرا ناچارن، چرا که اصلاً صرفاً انجام معاملات در این حوزه مطرح نیست. خیلی کاربردهای دیگه ای داره بازار ارزهای دیجیتال. تصورشو بکنید یه زمانی هر کسی میخواست نقل و انتقال پولی انجام بده حتما باید میرفت بانک، فیش برداشت، فیش واریز پر میکرد. کم کم اپلیکیشن های موبایلی اومدن جایگزین شدن. اون اولی که اومدن خیلی ها هنوز ترس داشتن، نه آقا نکنه ما اینجا یه اپلیکیشن دیگه با هیچ کم نیست، یه چی بزنیم بره به حساب یکی دیگه گم بشه. خیلی ها همچین دیدگاهی داشتن. کم کم اما ناچارن وارد این فضا شدن، چون دیدن دیگه خیلی داره کارشون رو راحت میکنه. با 2 تا دکمه من اینو میزنم، چرا باید برم ترافیک، چرا باید برم تو صف بانک وایسم که میخوام یه پول ساده رو منتقل کنم. اپلیکیشن ها اومدن جایگزینش شدن. دقیقاً مثل همین که الان خیلیاتون دارید استفاده میکنید، دقیقاً مثل همین پروسه برای ارزهای دیجیتال اتفاق میفته. خیلیاتون خواهید گفت همین الان با همین دغدغه هایی که من دارم و با همین امکاناتی که من دارم، اگر بخوام مثلا مبلغ 200-300 میلیون تومان مبلغ بالایی رو به حساب کسی بزنم، مبلغ 20 میلیون تومان بزنم، کارت به کارت نمیتونم بکنم با قبولنی که تا زمانی که این دوره رو دارم ضبط میکنم موجوده. باید ساتنا کنم، باید پایا کنم، باز اون بازه زمانی خاص خودش رو داره. اگر من محدود به عملا مکانم، اگر تو ایران هستم نمیتونم برای شخصی که به عنوان مثال توی کانادا زندگی میکنه یا چین زندگی میکنه یا هر جای دنیای هست بتونم پول انتقال بدم در هر زمانی که خواستم به هر مبلغی که خواستم. ارزهای دیجیتال اومده تا این ابهامات رو براتون برطرف کنه، اومده امنیت رو با استفاده از بلاک چین با خودش آورده که کامل راجع به دونه دونه اینا صحبت میکنیم. پس هدفم از صحبت کردن و گفتن این نکات این بود که خیلی خوب موقعی وارد شد و واقعا قدر این انگیزتون رو بدونید و مابقی افرادم خواه یا ناخواه کم کم وارد این بازار جذاب میشن. این دوره طوری طراحی شده که کامل نیازهای شما رو تو این بازار در حدی که بخواید با این بازار آشنا بشید و حتی واردش بشید به صورت دمو که جلوتر بهتون خواهم گفت و یا بعداً ریل برطرف میکنه. اصلاً مبنایی نبوده که چون دوره رایگانه پس موارد رو نگیم. نه، 21 جلسه این ضبط شده که حتی دوره های پولی هم که وجود داره شاید سرفصل‌هایی به این کاملی نداشته باشه. پس ازتون میخوام با تمام دقت، با تمام توجه به مواردی که تو این دوره میگم گوش کنید. در ابتدا میریم سراغ یک سری از مفاهیم، اصطلاحات که گوشتون با اینا آشنا بشه. خیلی وقتی وارد این بازار نشدن تا الان دلیلش این بوده آقا اینا میگن صرافی، میگن آلت کوین، میگن بیت کوین، نمیدونم میگن توکن، اینا چیه دیگه؟ همین هاست. هر کسی که چیزی رو ندونه میگن سخته. تا شما رانندگی رو یاد نداشته باشی از بیرون بهش نگاه کنی میگی سخته، اما وقتی یادش میگیری دیگه از حفظ رانندگی میکنی. دیگه کسی چک نمیکنه آی من گازو بگیرم کلاجو بگیرم، این دیگه خودش مثلا دیفالت توی ذهن ما هست.
اون اولی که من میخواستم برم پای دستگاه ATM و به کارت بکنم، قطعا یکی رو میآوردم کنار خودم، میگفتم آقا به من بگو چیکار کنم، کجا شماره کارتمو بزنم یهو پولم نره. اما الان خیلی راحت همتون میرید پای دستگاه یا رو اپلیکیشن هاتون پولاتون رو منتقل میکنید. میخوام چی رو بگم؟ میخوام بگم ترس از کجا ناشی میشه؟ ترس از عدم آگاهی ناشی میشه. اگر من ندونم و نشناسم یک موضعی و یک بازاری رو، قطعا ازش ترس دارم، ابهام دارم. بچه ها نفرم که بهم پیشنهاد میکنم میگم نه آقا این چه بازاریه، چون خودم بلد نیستم. لذا من میام با مفاهیم و اصطلاحات این بازار کامل آشنات میکنم. بعد میریم سراغ این که چطور من کیف پول بسازم، همش هم عملی، یعنی دونه دونه عملی. اینجوری نیست که من بیام حرف تئوریک به شما بزنم. جاهایی که عملی نیاز داره، به عنوان مثال مثلا نحوه انتقال پول، نحوه ساختن کیف پول، من چجوری از کیف پولم پول منتقل کنم به صرافی، بالعکس توی صرافی چطور معاملاتمو انجام بدم، همش به صورت عملی. الان میریم سراغ جلسات با هم صحبت میکنیم. نکات رو بگم. اولین نکته این هست که ازتون خواهش میکنم بعد از اینکه این دوره رو دیدید و دیدید واسهتون مفیده، حتما از دوستاتون بخواید که در این دوره به صورت رایگان شرکت بکنن. همه هدف ما از ضبط این دوره رایگان، با کلی هزینه، با کلی انرژی، با کلی بچهای تدوین و زمانی که گذاشتیم، این بوده که بتونیم این دوره رو، این بازار جذاب رو به افراد بیشتری نشون بدیم. چون میگیم حق ایرانی ها هست که با همه مشکلاتی که وجود داره، اما حق ایرانیایی که بتونن از این بازار پرسود که گاهن شنیدید این انقدر سود میده، این انقدر سود میده، چجوری استفاده کنن. پس ازتون میخوام، ما انقدر زمان انرژی گذاشتیم، شما هم این کار برای ما انجام بدید. از دوستاتون بخواید وارد سایت ما بشن و در پنل کاربری برای خودشون ایجاد بکنن، همش هم به صورت رایگانی، و دوره ها رو ببینن. واقعا اصلا پیگیرشون بشید که ببینن، ازشون بپرسید، چیزی رو از دست نمیدن که با این بازار آشنا بشن. اگر بتونید حتی یک جرقه تو ذهن یکی ایجاد بکنید. اثر پروانه‌ای میگه اگر یک گوشه دیگه از دنیا یه پروانه پری بزنه، ممکنه توی گوشه دیگه از دنیا طوفانی به پا بشه. پس ازت میخوام موضوع رو سهل نگیری، بدون که خیر و منفعت واقعی زمانی نصیبت میشه که بتونی به دیگران کمک کنی. و چی بهتر از این و چی به موقع تر از این که این بازار جذاب که تازه وارد ایران شده و این دوره رایگان براش آماده شده، خیلی نمیدونن. شاید من چندین میلیون تومان برای همین سرفصل‌ها فقط بخوام پول بدن. پس ازت میخوام که معرفی کنی به دوستات، به آشنات، به نزدیکانت که بیان وارد سایت ما بشن و دوره ما رو ببینن. توی گوگل فقط میلاد یزدانپور رو شما بزنید، دوره عملا سایت میاد بالا، در قسمت دوره‌های رایگان میتونید اون دوره رو مشاهده کنید. نکته بعدی که میخواستم بهتون بگم این هست که در حین جلسات این دوره حتما قلم و کاغذ کنار دستتون باشه. یه سری از موارد رو پاوره که من دارم میگم، یه سری از موارد اما یهو به ذهنم میرسه در حین کار قطعا و اونجا بهتون خواهم گفت و اونا رو یادداشت کنید. توی این دوره ما تمام تلاشمون اینه که به ساده ترین راه ممکن به درآمدزایی و به پول برسیم. از گفتن حذفیات، کلمات قلمبه سلمبه، من بگم مثلا 4 تا کلمه خارجی بلدم، با بلد این بازار، اینا ازش دوری کردیم. چرا؟ چون شما دارید انرژی میگذارید، ما انرژی میگذاریم که بتونیم تو این بازار پول در بیاریم. مثلا به زبون خیلی ساده، از صفر، یعنی کسی که حتی هیچ دانش از بازار مالی نداره، ما شروع کردیم. بهترین تریدرهای ایران روزانه معاملات خودشون رو توی رویال کلاب با شما به اشتراک میذارن، اونم رایگان. فقط کافیه روی لینکی که توی دیسکریپشن گذاشتیم کلیک کنید. توی این دوره رایگان کامل اومدیم گفتیم این چیه و گام به گام آوردیمتون جلو تا زمانی که استراتژی معاملاتی بهتون یاد بدیم، بگیم تو چه سایتایی باید صرافی رو اوکی کنید، چه کیف پول‌هایی تو چه سایتایی تحلیل کنید، چه سایتایی رمزارزها رو به همه رو گفتیم. من چیزی که ازت میخوام اینه که گام به گام با این جلسات بیای جلو و علاوه بر پاوری که وجود داره و همه‌شو باید نوت برداری بکنی، صحبت‌های من رو هم نوت برداری کن. بعد از اینکه کامل یه دور این کارو کردی، من بهت قول میدم
اگه بار دوم باز به این ویدیو رو ببینی قطعا نسبت به بار اول یک سری دیتاهای جدید کسب میکنی. اینها رازهای دوره هاست که من دارم بهت میگم که بتونی بیشترین عایدی رو از این دوره داشته باشی. نوت برداری کنید، دوره ها رو چندین بار ببینید. اصلا نگید وای من نمیفهمم پس باید چند دور ببینم. نه اصلا اینطور نیست. من خودم برخی از آموزش‌ها رو اصلا یه متد آموزشیه. ذهن انسان اینطوره. وقتی دفعه اول میبینی یه سری برداشت‌ها رو داره، چون ظرفیت ذهنیمون، ظرفیت ادراکیمون محدوده، همه ما. دفعه دوم که میبینیم اون دانسته های قبلی نشسته، ته‌نشین شده توی ذهنمون و این بار میریم اون پسای اون صحبت‌های اون استاد رو درک میکنیم، اون شخصی که داره آموزش میده رو درک میکنیم. پس به یک بار بسنده نکنید، حتما چندین بار سعی کنید ببینید تا اینها براتون جا بیفته. و موارد مورد نیاز رو گفتم. این دوره حاصل تلاش تیم رویاله. همه اعضا، همه بچه‌ها که به شدت زحمت کشیدن تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کیفیت ترین حالت ممکن این دوره ضبط بشه. امیدوارم به دردتون بخوره. یک مرور اجمالی به جلسات این دوره خواهیم داشت و بعد انشالله دوره رو شروع میکنیم. جلسه اول که خب یک سری نکات مهم و مقدمه رو خدمتتون گفتم. در جلسه دوم میریم سراغ اقتصاد کلاسیک و دیجیتال. چون تو تمام دوره های ما هدف من اینه که کسی که میاد وارد اون دوره رو میبینه چیزی رو حفظ نکنه، بفهمه. یعنی اگه رفتی کنار یکی نشستی قطعا این اتفاق واسط میفته. مخصوصا برای بازار ارزهای دیجیتال که اینقدر جدیده، اینقدر همه دنبالشن. آقا یکی ازت میگه بازار ارزهای دیجیتال چیه؟ تو باید بتونی یه جوری باهاش صحبت بکنی که کامل متوجه این داستان بشه. آها، پس به این دلیل بازار ارزهای دیجیتال اومد. خیلی‌ها فکر میکنن بازار ارزهای دیجیتال فقط معامله گریه. نه، اینطور نیست. خیلی روش‌های درآمدزایی دیگه هم داره. اصلا شما معامله نکن. روش‌های درآمدزایی دیگه هم داره که میتونی ازش استفاده کنی. بالاخره اقتصاد دنیا داره میره به اون سمت. من باید بتونم یه سهمی توی این اقتصاد دیجیتال داشته باشم. حالا یه سریا با معامله گری، یه سریا با کارهای دیگه که تو این دوره بهتون خواهم گفت. راجع به مفاهیم کلی و ابتدایی ارز دیجیتال صحبت می‌کنی که دیگه گوشتون آشنا باشه. اگه کسی یه چیزی گفت نگید وا این چی بود. کامل بتونی حتی اظهار نظر کنی، نظرتو بگی. اگه داره راه اشتباهی میره بهش بگی آقا این راه اشتباهه، این درسته. راجع به مفاهیم کلی بهتون خواهم گفت. میریم سراغ ICO ها، اینیشیال کوین آفرینگ، ارز اولیه های سکه. بله، ما تو بازار ارزهای دیجیتال هم ارز اولیه داریم، اما ماهیتش با اون چیزی که شما فکر میکنید تو بورس ما هست فرق میکنه. کامل در جلسه چهارم با هم راجع بهش صحبت میکنیم. در جلسه پنجم میریم سراغ روش های کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال. همونطوری که بهتون گفتم این بازار صرفا معامله گری نیست. راه‌های متفاوتی وجود داره، صرافی و اینها. حالا سایت ها خیلی‌ها سوال میکنن آقا فلان سایت به ما گفته اگه بیای بازی کنی، اگه بیای این کارو بکنی انقدر به ما ارز دیجیتال میده، هیچ کاری هم نیاز نیست بکنیم. اینها راجع به اونا صحبت کردم، نظرمو گفتم که اصلا خوبه آیا وارد بشید، خوب نیست، اگه نیست چی کار بکنید بهتره. راجع به اون حتی سایت هایی که این بازی ها رو انجام میدن و به عنوان جایزه میان ارزهای دیجیتال میگن رو بهتون معرفی کردیم. در جلسه ششم میریم سراغ سایت های کاربردی. خیلی مهمه، ترتیبش بسیار مهمه تا الان. یعنی اینا مهندسی شده است، واقعا بررسی شده است. یه تیم نشستیم اینا رو بررسی کردیم که ترتیب این جلسات چطور باشه که اون شاکله ذهنی درست توی ذهنتون ایجاد بشه. میریم سراغ سایت‌های کاربردی. تو چه سایتی من تحلیل کنم، تو چه سایتی من برم مثلا رمزارزها رو ببینم، تو چه سایتی صرافی‌ها رو میتونم پیدا بکنم. راجع به اینها با هم صحبت کنیم. نمای بازار رو تو یک نگاه تو چه سایتی پیدا بکنم. کامل بهتون توضیح دادم در جلسه ششم. در جلسه هفتم میریم سراغ کانال‌های یوتیوب. خیلی از دغدغه افرادی که وارد این بازار میشن اینه: آقا من اخبار بنیادی رو از کجا دنبال کنم؟ مثلا میگی شنیدیم آقای ایلان ماسک یه توییت زد دوج کوین اینقدر رشد کرد رفت بالا. خب علاوه بر آقای ایلان ماسک چه افرادی تاثیرگذار دیگه ای تو بازار ارزهای دیجیتال هستن که هم من باید کانال یوتیوبشون و هم کانال توییترشون رو دنبال کنم که اگر یه خبری اومد بتونم ازش استفاده کنم.
چون تو بورس ما میگیم آقا میریم از فیلتر نویسی استفاده میکنیم، خودمون تحلیل میکنیم، مثلا فلان شخص میگه آقا این خوبه، میریم تحلیل خودمون انجام میدیم، اگه خوب بود میخریم. اما تو بازار ارزهای دیجیتال چطور؟ من میتونم سیگنال بگیرم. یکی از راههای سیگنال گیری در بازار ارزهای دیجیتال اینه که من افرادی که تاثیرگذارن تو این بازار رو شناسایی بکنم، راههای ارتباطی مجازی با اونها رو بدونم چیه و اونها رو دنبال بکنم. هر زمان نکته‌ای گفتم بتونم رمز ارزهای مختلف رو پیدا بکنم، در لحظه واردشون بشم. در جلسه 7 و 8 راجع به کانال هاشون و توییتر هاشون با هم صحبت میکنیم که کدوما رو باید دنبال کنید که سیگنال بگیرید. جلسه 9 راجع به کیف پول های دیجیتال صحبت میکنیم. قطعاً واژه کیف پول دیجیتال تا الان شنیدید که اصلا تو بازار ارزهای دیجیتال که اصلا این ارزه فیزیکی نیست، دیجیتاله. من اونا رو کجا باید نگهداری کنم؟ کامل اومدم انواع کیف پول ها رو بهتون توضیح دادم. اصلا ما چه کیف پول هایی داریم؟ کیف پول گرم چیه؟ سرد چیه؟ کاغذی چیه؟ کیف پول های تحت وب چیه؟ نرم افزاری چیه؟ کامل همه رو گفتم. در جلسه 10 اومدم راجع به تراست والت، یک کیف پول تراست والت، نحوه کار و راه اندازیش رو بهتون گفتم که چطور من اینو از کجا دانلودش بکنم، چطوری نصبش بکنم، کلید عمومی کلید خصوصی چیه، اونها رو باید چی کار بکنم که امنیت کارم حفظ بشه. کامل راجع بهش صحبت کردیم. در جلسه 11 رفتیم سراغ در جلسه 11 نحوه انتقال دارایی توی اون کیف پول تراست والت رو بهتون گفتم. دقیقاً همون چیزی که میخوای. یعنی آقا من پولامو چجوری منتقل کنم؟ آقا من ریال دارم، ریالمو من پول دارم، الان مثلا 10 میلیون تومان پول دارم، اینو چجوری به ارز دیجیتال تبدیل بکنم؟ حالا ارز دیجیتال کجا نگهش دارم؟ تو جلسه 11 راجع به انتقال دارایی ها در تراست والت صحبت کردیم. چجوری دارایی هامو از کیف پولم بفرستم به کیف پول صرافی و اینها. جلسه 12 انواع دیدگاه‌های سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال رو با هم راجع بهش صحبت می‌کنیم. اصلا چه دیدگاهی میتونه وجود داشته باشه؟ من یک کارمندم، چطور میتونم تو این بازار معامله کنم؟ نه، من یه شخصی ام که تمام وقت میتونم پشت سیستم باشم، خیلی هم به بازار علاقه‌مندم، میخوام بلافاصله معامله کنم. چه دیدگاهی باید به بازار داشته باشم؟ در جلسه 12 راجع به اون صحبت میکنیم. تو جلسه 13 بریم سراغ انواع معاملات. یعنی من آیا میتونم در جهت رشد سود بگیرم؟ میتونم در جهت ریزش هم سود بگیرم؟ چه نوع معاملاتی وجود داره؟ مثل بورسمون که میگیم در جهت رشد میتونید استفاده بکنید. اختیار معامله هم مشتق بازار سرمایه است که میتونید از ریزش ها استفاده کنید. دقیقاً اونم همینه. در فضای اثبات بازار ارزهای دیجیتال من میتونم از رشد ها استفاده کنم، در فضای فیوچرزش میتونم از ریزش ها سود بگیرم. اونجا انواع معاملات در جلسه 13 راجع به این صحبت کردیم. در جلسه 14 15 و 16 راجع به صرافی ها مسئله و دغدغه خیلی از شما. آقا نکنه صرافی فلان بشه، صرافی ایرانی اصلا چه فرقی با صرافی خارجی دارن؟ کدومشون بهترن؟ به صورت کامل بهتون گفتیم چجوری ریالتون رو 10 میلیون تومان رو تبدیل به ارزهای دیجیتال کنید و کجا نگهداری کنید. راجع به صرافی های داخلی معرفی کردیم، صرافی های داخلی، راجع به صرافی های خارجی اونم معرفی کردیم و کلا راجع به این دغدغه که آقا آیا اینا میتونن پولای ما رو ندن و اینها کامل صحبت کردیم. در جلسه 17 راجع به استراتژی معاملاتی شکار ارزهای انفجاری، حالا که با ماهیت بازار، حالا که با کلیت بازار آشنا شدید، بریم عملی پول در بیاریم از تو بازار، بریم استراتژی ها رو پیاده سازی بکنیم. 2 تا استراتژی بهتون گفتیم که حاصل تلاش چند ساله و کار کردن و تجربه توی بازاره و بک تست گرفته شده و درجه 1 ترینه. و وقتی برید تو بازار ازش بک تست بگیرید، برید تو بازار پیادهش کنید، می‌بینید وای چه سودایی میتونستن با این کنن. اینا خیلی‌ها گفتن تو دوره رایگان نگیم، عمومی میشه. اما واقعا دوست داشتم و پافشاری کردم که تو دوره رایگان بگم که برخی از عزیزان متوجه بشن که آقا اگر تو تکنیکال بورس و بلدی، اگه داری تا الان تو بورس معامله میکنی، راهی با تا سود کردن از بازار ارزهای دیجیتال نداری. داری الکی فوبیای تو ذهنت ساختی که وارد این بازار نمیشی، الکی پافشاری میکنی تو یه بازار موندی که متأسفانه وقتی اون بازارم میاد پایین فقط قصه بخوری. استراتژیشو بهت گفتم بری پیاده بکنی، سایتش هم گفتم کجا پیاده بکنی، همه چی رو گفتم تا متوجه کامل این داستان
بشین. در جلسه 19 هم جلسه 17 و 18 استراتژی ها رو گفتیم و در جلسه 19 آموزش عملی کار با صرافی و نحوه رفتیم راجع به صرافی های خارجی که میشه کار کرد، یکیشو بهتون معرفی کردیم، دقیقاً فضاش اومدیم بهتون گفتیم که من چطوری میتونم خرید داشته باشم، چجوری بفروشم، کجاها ذخیره میشه. در جلسه 20 بخش اثباتش رو بهتون گفتم چجوری من کار بکنم. در جلسه 21 اومدم چجوری گفتم از اهرم ها استفاده بکنیم، چطور از ریزش های بازار سود بکنیم و کامل دیگه مبحث براتون جمع میشه. فکر کنم اگر از ابتدا تا الان همراه من بودید متوجه شدید که هر آن چیزی که تو این بازار نیاز داشتید به دست آوردید. برای آشنایی و ورود به این بازار هر آن چیزی که بود به دست، و این دوره خیلی تفاوت میکنه با دوره‌های رایگان دیگه. میتونید برید مقایسه کنید، حتما این کار رو انجام بدید. چرا میگم این کار رو انجام بدید؟ نه اینکه بعداً به ما بگید آقا این خیلی خوبه، شما لطف شما همیشه بوده، ممنون. برای این میگم که اطمینان قلبی براتون ایجاد بشه، آها این اون چیزیه که میتونم من بهش اعتماد بکنم و وارد این بازارها بشم. و در جلسه آخر بهتون خواهم گفت که در ابتدا به صورت بعد از اینکه این دوره رو بارها دیدید، کامل به مطالبش تسلط پیدا کردید، به صورت دمو وارد این بازار میشید، نقاط خرید و فروشتون رو روی برگه می‌نویسید به جای که پول وارد کنید، بعد سیگنالا بهتون میگه کجا بخرید کجا بفروشید، دونه دونه اینا رو میرید و بعد متوجه جذابیت این بازار خواهید شد. امیدوارم که حاصل تلاش همه اعضای رویال به دلتون بشینه و یک دوره خوب رو با هم طی کنیم. از جلسه اول تا جلسه 21 تمام موارد رو لطفاً با دقت گوش کنید. هیچ مطلب اضافی تو اینها وجود نداره و تماماً چیده شده تا برای شما عزیزان سودساز باشه. دوستتون دارم، تو این دوره منتظرتونم. دیگه نیازی نیست هیچ هزینه‌ای بابت آموزش‌های پایه، پیشنهادهای خرید و فروش و حتی اگه سرمایه نداری نیاز نیست هیچ هزینه‌ای به شرکت‌های پراپ پرداخت کنی. بیا بریم بهت بگم تو رویال کلاب چه بخشایی داریم. بعد از برگزاری کلی کلاس و همایش تو سراسر ایران و برگزاری 4 دوره ماراتون ترید پرقدرت، جمعی از بهترین تریدرهای ایران اینجا دور هم جمع کردیم تا بهترین موقعیت‌های معاملاتی بازار کریپتو و فارکس رو پیدا کنیم، خودمون معامله کنیم و این موقعیت‌ها رو تو کانال‌های رویال کلاب در اختیار شما قرار بدیم. تو بخش منتورینگ رویال کلاب هر زمان رو لایو بازار سوال داشتی میتونی سوالتو بپرسی و جوابتو تو کمترین زمان دریافت کنی. در این بخش ما لایو استریم های با کیفیت تحلیلی و پرسش و پاسخ برگزار میکنیم تا هر سوالی داری بتونی رو لایو بازار از بچه ها بپرسی و با نگاه معامله‌گران ما بیشتر آشنا بشی. در این بخش آموزش‌های پایه ورود و مدیریت سرمایه در هر دو بازار کریپتو و فارکس توسط یک تیم متخصص ثبت میشه و در اختیار اعضا قرار میگیره. ما به این معتقدیم که کسی که دانش معامله‌گری داشته باشه همه جا بیشتر رشد می‌کنه. اگه تو کریپتو و فارکس تریدری رو میشناسی و این مرکز رو بهش معرفی نکردی، قطعاً از سودای زیادی برمی‌داری.